مادر رفته گفته که من میرم اوچما به سرشم بیارم گفته. این آموزگار ادعا دارد که از سوی مادر خواننده لطوکوب شده به این سبب در بیمارخانه بستری است. درآمد رئیس که خستم ایجان گفتم بیست گفتم اینجا داج دیرکتور گفتنی گام موندگی نیستم خیلی گفتم اینجا میبرویم گفتم که یا شب حالا زده میخواد تاکن قپی دیوالدا جقید که ما میکشم ترا گفته جقید دیوالدا تلاش کردم که نتونستم زورم نرسید نجمید هم قداد گفتم که یگان کسا فایرود کنه گفتم با همون طلبا رفته فایرود کردگان کدام معلم را آموزگار فیضخان رجبова میگوید این جنجال بعد آن سر زده است که وی از خواننده خواسته است به درس خلل نرساند ولی مادر خواننده گفت او و دخترش در این ماجرا قربانی اند نه گناهکار همزمان وی اعتراف کرد که با معلمه دست به گریبان شدند او نخواست در نزد دوربین صحبت کند وقتی که درس خیمیه های تاریخ دختری من سوال دادگی دختری ما که نه گفته دو مونده در روزنامه‌اش چی به درم موندی برای چی موندی معلمه جون موندم خوب کردم لعنتی را لعنتی میگم برای اوچه بیار من اوچه را تربیه بدیم که کیه که به تربیه فرزندی به تربیهش در مکتب من مونده ما ایتانی دیرکتور میگیرم ولید میکنم آموزگار سبب ماجرا را تورید دیگر شرح میدهد درس گذشته استم طلبه گاب میزنه قطعی همراش گاب زده استه گفتم خب که دختر گفتم خب که گفتم ما ترا یک ساعت از نگاه دارم که تو گاب زده استی بعد گفت که ای شما معلم های خود گذراندگی خب گفتم شما معلم های خود گذراندگی با گفتم کی گفتم ای که جو آمدگی گفتم سوالش دادم با یک طلبه گفت که ای مکتب 68 گفت با گفت که 67 گفت ای مکتب 67 آمدگی با خودم پرسیدم که خودش جواب داد گفتم ای کدام مکتب آمدگی گفت که اونا گفتن تکو و گفتم تو چی بام خالی گاب میزد داو مکتب 67 کام خیلی گاب میزد قطعی آموزگار و قطعی معلمات گفتم تو ده فرقش چی هم خیلی گاب زد تو ده فرقش چی با خیز اوندم شا گفتم کابینت دیرکتور میرم گرفتم پیش کردم برو واردم شا رفته میرم میگه بازم اوچام به سرتا میورم اوچای ما گفته که اگه معلمه قطعی اگه چی گفت اگه خیلی گاب زدم و معلمه را دفع میکنم ای مکتب مادر خواننده اعتراف میکند که به مکتب آمد تا معلمه را جزا بدهد. چی حق داره و این گپا میگه نسبت فرزندی ما بو بعضی همین قکور دختر ما در تخت پشت زدگه بو با جدول روحانیش درس عبرت دادگه ما با سرش اومدم پرسیدنی که چی گپ شدگه همین حدوث ما را بفهمون بو با همون جدول روحانی ما را دو بار دیگه درس دادگه زد لاتو کوب کرد ما همین قخمه زشته کردن نمیتونم که معلم را گفت چی داری هم فرزندی مرا میزنی هم مرا شکایت آموزگار روز 6 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شده واکنش‌های زیادی در پی داشت. دو آموزگار به رادیو آزادی مراجعه کردند که از حقوق همکسبشان حمایت شود. وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت واقعه را تحقیق می‌کند و در تجربه 4 ساله کاری فیضخان رجبova یگان عرض و شکایت نسبت او نشده بود. اما در این واکنش وزارت بر پایه بیانات خود خواننده و همسنفانش خبر داده است که آموزگار فیضخان رجبova نسبت به خواننده کلمه لعنتی را استفاده نموده است. هرچند وزارت معارف و علم تاجیکستان بر رادیو آزادی مساعدت کرد که با آموزگار در بیمارستان صحبت انجام داده شود، در نیمه این مصاحبه فیروز شریپov سردختر بیمارخانه آن را قطع کرد. بعد صحبت تلفنی با میرعلی مسافریان مدیر ریاست معارف شهر وحدت، آموزگار فیضخان رجبova از ادامه دادن صحبت خودداری نمود و طلب کرد که آزادی درباره واقعه گزارش ندهد. مسرور قادیرov دیرکتور مکتب رقم 8 شهر وحدت نیز از شهر قضیه خودداری ورزید. بنابر نوشته یک آموزگار ریاست معارف پیشتر قضیه را بررسی کرده به معلم سپاسنامه داده است. بر رادیو آزادی گفتند که تحقیق این حادثه را شعبه کارهای داخلی شهر وحدت بررسی دارد و میخواهند آن را بین خود حل کنند.